سلام رفقا، من امیرفورس هستم. به ویدیوی جدید خیلی خوش اومدین. امروز در خدمتتون هستم با معرفی اپراتورهای دلتا فورس موبایل. خب بریم سراغ معرفی. اولین اپراتور دیولف هستش. این اپراتور اتکر و راشره. ابیلیتیاش یکی که میتونه تون بدوه، یه دونه پای رباتیک داره که وقتی شما فعالش کنید میتونید تون بدوید و تنها اپراتوری است که اسلاید کنسل داره. یه دونه تریپل بلستر داره که چند تا تیر شلیک میکنه و منفجر میشه و یه دونه هم اسموک داره. اپراتور خوبیه، پیشنهادش میکنم. اپراتور بعدی وایرون. این هم جزو اپراتورهای اتکر و راشر محسوب میشه. این هم یه دونه گان داره که توپ پرتاب میکنه، انمی رو حدود 2 یا 3 ثانیه میندازه روی زمین و تا بخواد بلند بشه شما میتونید راش بدید و بزنیدش. یه دونه جت پک داره که چند خودش رو جلو پرتاب میکنه و این ابیلیتیش خیلی روی اتکتون تاثیر داره. یه دونه هم بمب داره که میتونید پرتابش کنید به سمت انمی و منفجر میشه. اپراتور بعدی که اپراتور هیلر محسوب میشه، اسموک خطی داره، 2 تا هم اسموک معمولی داره و میتونه هم خودشو و هم یاراشو هیل بده. اپراتور بعدی تاکسی. این هم جزو اپراتور هیلر محسوب میشه. یه دونه گس داره، یه دونه اسموک داره که انمی رو کور میکنه و یاراشو وقتی روی زمین افتادن سریعتر بلند میکنه. اپراتور بعدی شپرده. امواج سونیک داره، انمی رو اذیت میکنه. ابیلیتی بعدیش سانیک ترپه که میتونید پرتاب کنید. اونم گرینت داره و سانیک دیفنس. اینم کاراکتر خوبیه، بد نیست. اپراتور بعدی فکر کنم اسمش اورولو باشه. این اورولو میتونه یک دیوار فکر کنم سیمانی بسازه. یه دونه هم آتیشی داره و یه دونه هم گرینت داره که آتیش میگیره. اپراتور بعدی سینوا. این اپراتور یه دونه شیلد داره که ضد گلوله است ولی جلوی تیر لول 4 دوومی نداره. یه دونه هم تناب داره که انمی رو میکشه سمت خودش و میتونید با شیلد بهش ضربه بزنید. اپراتور بعدی لونا. یه دونه تیر کمون داره که این تیر کمون 2 تا تیر داره. یکیش لوکیشن انمی ها رو نشون میده و اون یکی هم دمیج میده. اپراتور بعدی یک دختر هکره که انمی رو هک میکنه و لوکیشن رو بهتون نشون میده. یه دونه نایف داره که 120 تا دمیج میده و با تو رو با ضربه دخلشون رو میاره، با یه دونه ضربه فقط. یه دونه فلش داره که وقتی سمت انمی پرتاب میکنید به مدت چند ثانیه کور میشه. و آخرین ابیلیتی سایلنت استپه که صدا پاتون رو کم میکنه. رفقا اینم از معرفی اپراتورها. خواستم یه دونه اپراتور پیشنهادی بدم که خودم معمولا با این اپراتور پلی میدم. وایرونه که به نظر من به درد کسایی که راشر هستن میخوره، چون من خودم معمولا راش میدم این اپراتور رو انتخاب میکنم. امیدوارم که از این ویدیو خوشتون اومده باشه. تا آموزش و معرفی های بعدی، خدا نگهدار.